با هم دیگه این محصول رو باز کنیم و استفاده کنیم. همونطور که می‌بینی یه دونه ریموت داخلش هست، دفترچه و خود ترانس. خب همونطور که می‌بینین خروجی‌های یک ترانس کامل رو داره، به اضافه اینکه خروجی قفلم مجزا داره. این دقیقاً جای ترانس آیفون‌های حالا تصویری میتونه قرار بگیره. این مزیت رو به شما اضافه میکنه که میتونید در با ریموت هم باز کنید، یعنی هم ترانس براتون، همین که میتونید با ریموت هم در رو باز کنید. روی این ترانس یک عدد ریموت 433 هست، طرح بتا. هر نوع ریموت 433 دیگه ای قابلیت کد دادن به این دستگاه رو داره، تا 100 تا ریموت هم حافظه داره. خب بریم با هم دیگه روش کار کردن با این دستگاه رو یاد بگیریم. خب اول خودشو من توضیح بدم. یک سری خروجی ها داره این ترانس، DC، AC و لاکش به صورت رله هستش. دکمه لرن هستش اینجا که به وسیله این میتونیم ریموتامون رو کد بدیم. روش کد دادنش به این حالتی که دکمه رو نگه میداریم و دکمه ریموتتون رو میزنیم. خب ترانس رو وصل میکنیم به برق، یه صدای بیپ کوچیک میده که آماده به کاره. دو تا چراغ دارین اینجا. اگه فیوز شما بسوزه چراغ قرمزتون روشن میشه، یعنی نشون میده فیوزتون سوخته و خیلی راحت میتونید عیبیابی کنید، دیگه نیاز نیست فیوز حتما چک بکنید. اگه فیوز سر جاش باشه که چراغ سبزتون روشن میشه. خب برای اینکه میخوایم ریموت کد بدیم، دکمه لرن رو نگه میداریم و دکمه ریموتمون رو میزنیم، آماده کار کردنه. یعنی با دکمه A همونطور که میبینین کار میکنه. اگه بخوایم یه دکمه دیگر هم فعال کنیم، مثلا با 2 تا دکمه کار کنه، کافیه دوباره دکمه لرن رو نگه داریم و دکمه بعدی رو بزنیم. الان با هر 2 تا دکمه شروع میکنه به کار کردن. خب بریم وصلش کنیم به قفل، ببینیم چجوری باید این کار رو انجام بدیم. کافیه 2 تا سیم به قسمت لاک ببندین. خب چون رله است گفتم باید دست به دست بشه. یکیشو وصل میکنم به AC، این سری که اضافه مونده رو وصل میکنم به قفل. خب احتیاج به یه سیم دیگه داریم که یه سر دیگه AC رو هم وصلش کنیم. خب این یکی از خروجی AC رو هم وصل میکنیم به قفلمون مستقیم. قفل در حالت قفل میذاریم و امتحان میکنیم. بله عمل کرد. خب بریم پاک کردن ریموت هم یاد بگیریم. اگه بخوایم ریموت رو پاک کنیم باید چی کار کنیم؟ توی این دستگاه باید برق رو قطع کنیم، دستمون رو دکمه لرن نگه داریم و برق دستگاه رو وصل کنیم. حدود 10 ثانیه دستمون رو دکمه نگه میداریم به این حالت، دستمون رو بر میداریم، برق دستگاه رو قطع و وصل میکنیم. دیگه ریموت ما کار نمیکنه. ممنون که با ما همراه بودید.